رسول اکرم محمد بن عبدالله. من بعد از مرگم از 3 چیز میترسم. یکی گمراهی بعد از هدایت. الان همه ما اینجا که نشستیم به حول قوه خدا هدایت اومدیم، اخلاقیات رو از خدا قرآن میگیریم، عمل میکنیم. من بعد از مرگم از 3 چیز میترسم. گمراهی بعد از هدایت. مغرورم نباشیم که ما خوبیم، ما خراب نمیشیم. نه، انقدر خوبا خراب شدن و انقدر بدا درست شدن. من نمیگم، رسول خدا محمد بن عبدالله صلی الله علیه وسلم میفرد از خودتون تکبر بیرون کنید. انقدرها بودن در اثر اینکه فکر میکردم آدم خوبی هستن خراب شدن، و انقدرها هستن بودن که بد بودن پشیمون شدن، مادن در خونه خدا رو زدن، ما رو ببخش. لذا این است که برادران ما همیشه حساب کنیم که خوبه. همه مردم از من بهترن، از من به کسی کار ندارم. بله. دوم از تازه درآورده ها میفرد از 3 چیز من ناراحتم. اول گمراهی بعد از هدایت، دوم از تازه درآورده ها. زمان هر روزی رو یه چیزی مد میکنه، یه چیزی میشه دین. ما واسه اون نگاه نکنیم، همیشه تمام امور کارامون قرآن تایید کنه. هر کار که میخوام بکنیم، هر حرفی میخوام بزنیم، باز اول ما رو قرآن تایید کنه. بعد خود من این درس رو من مثلا 10 بار خوندم. حالا یواش اینجا به خدا گفتم خدا به حق اون کسی که بیشتر آبرو داره کمک کن، من برای تو بگم اونطوری که میخوای مردم گوش کنن. دوم از تازه درآوردگی. همیشه هر کاری میخوام انجام بدیم به زمان کار نداشته باشیم، به قرآن و رسول الله کار داشته باشیم. سوم علاقه‌مندی به دنیا که گردنتون میشکنه. به شما بگم دنیا یه چیزی که اگر ما بهش علاقه‌مند شدیم واقعا نابودمون میکنه. من خودم دیدم تو همین درس خودمون، تو هم کلاس خودمون خیلی خوب بودن اما خراب شد. بعد حضرت میفرماد من از مؤمن نمیترسم. دو، از اول من از مؤمن نمیترسم. چرا؟ دینش رو حفظ میکنه. پس انشاءالله ما اگر مؤمن باشیم دینمون حفظ میکنه. همین که اینجا الان اومدیم اخلاقیات رو از خدا، از قرآن میگیریم، تو مغزمون ضبط میشه. هر کجا میخوایم هر کار انجام بدیم تا توجه میکنیم اینو خدا نمیخواد، نمیکنه. بله، من از مؤمن نمیترسم چون دینش رو حفظ میکنه. از کافر هم نمیترسم، کفرش رو نابود میکنه. ترس من از منافقه. منافق خودش رو به اسلام میشسونه، با استدلال‌های غلط آخرش دور از اون طرفا بیدین میکنه. پس ما سعی کنیم انشاءالله الرحمن همیشه دوست میخوام بگیریم به وسیله قرآن، درس میخوام بخونیم به وسیله قرآن، همیشه قرآن و سنت یادون نره.